در سور دمیده شود و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند بمیرند مگر آنها که خدا بخواهد. آنگاه که زمین به شدیدترین وجهی به لرزه درآید سنگین خود را بیرون بریزد و آنگاه که ستارگان پراکنده شده و ناپدید گردند و آنگاه که تمام دریاها متلاطم شده به هم بپیوندند. به راستی ما مردگان را زنده می کنیم و تمامی عملکردها و دستاوردشان را می نویسیم. ما آن کس که کفه ترازویش از عملکرد خوب سنگین است در یک زندگی پسندیده به سر میبرد، اما آن کس که کفه ترازویش از عملکرد خوب سبک است جایگاهش حاویه است. و کسانی که حرمت اوامر خدا را نگاه داشتند نجات خواهیم داد و ظالمان به زانون در آمده را در دوزخ رها خواهیم کرد.